پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابویش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است. سر میخزم اونجا گوره جمع میکنم، بعد تخم میپزم برای ایره، بعد خود میخورم، خونه جمع میکنم، خونه را میرم. مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب‌افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد. ما همه در خونه بودیم، برای من در پرهک بودیم، یکم برزد اچه و خواهر مردن دیدمشون. ما همه مران چیدیم، دیم برزد بعد همه خواهرون مردن، برای که و یا در کمنته دیگه بودن، من در کمنته دیگه همونجا در خواهرم همش مردن، من دودر بودیم. با دودر یک خونه دیگه رفت، من یک خونه دیگه هم خونه را زدم. مریم پس از این دهشت افکنی دیگر باره جسد پدر و مادر و دودران و خواهرش را ندید. همونجا در نهوچ کردن، بردن در یک چمودن، در یک خونه، و در یک خونه در اخلی استلچه که کوچه کلیس که دارم، ام خلیده. بعد همونجا من یک خونه آوردن، آبشی برای گلکو. همونجا در چشید، بعد پام ساز شید. این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغدادی عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. دخترکو ای ترکیه بودن، ای چی بودن؟ فقط امی ترکیه بود. ای روسیه بودک با چی بود؟ آذربایجان بود. تمام. ای همه مایده کودک چند ساله بود در ملاقات؟ یا ماه هم خیلی. اونایی هم همین در بمب و در دهشت افکنی و پدر مادرشون مرده بودن؟ ها. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعت ویدیویی امداد خواست. او همونجا در چی میگوین؟ آدما میگوین بعد چی میکنن؟ ویدیو میکنن. من خیلی کامرا میارم برای که چی و یاشون بیاون، بابا یاشون بیاون بگیرن بابا یاشون. بعد همونجا در من گفتم برو، من یکم ام خیلیشون دادن گپ نزدم، بعد دیگه بعد گپ زدم. همونجا در ایمو تلفنی همو خطیچشون گپ زدم، بعد بابا ما یفتم. پس از گفتگوهای چند ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد. ما کلام بشم، خون تخته بشم برای که دوجا اچاو دادم همه مردن رنگتن، اونجا در یکون تختر نبود. محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیتی او را دارد تا نبیره یتیم گشته‌اش در مکتب تحصیل کند. نبیره‌ای که هنوز الفبای تاجیکی را بلد نیست اما تلاش آموختن را از خود نشان می‌دهد. ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار مرا بدرانند بخونم. طبابت زخم‌های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت، اما زخمی از دست دادن کل خانواده‌اش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.